سرنوشت قانون دستگیری از اوکراین هنوز نارفشان است، زیرا برای حکم اجرا گرفتن سند آن را باید سنات، پالات بالایی کنگره نیز تصویب کند. اما رهبران حزب جمهوری خواه در سنات تاکنون اجازه ندادند که طرح سندها درباره تحریم روسیه برای گیری گذاشته شوند. حتی اگر طرح از سنات هم بگذرد، احتمال زیاد دارد که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را امضا نکند. سالهای اول حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 اکثر اعضای کنگره از هر دو حزب از کیف حمایت می‌کردند. اما از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 از جمله رهبریت مجلس نمایندگان و سنا نسبت به اوکراین سرتر شدند. کمک‌های واشنگتن به حکومت کیف در حال کاهش یافتند که روسیه و اوکراین با استفاده از موشک و پهپادها و توپخانه‌ها به یکدیگر ضربه می‌زنند و حمله می‌کنند. مذاکرات صلح به بنبست روبرو شده است، زیرا اوکراین طلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در مورد دست کشیدن از بخش‌های از قلمروهای کشور رد می‌کند. قانون دستگیری از اوکراین تدبیرهایی را برای بازسازی این کشور پس از جنگ پیش بینی کرده است و بر اساس آن باید اوکراین بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و تا 8 میلیارد دلار قرض بدهند. سند همچنین تحریم‌های سخت و نظارت صادراتی را علیه روسیه از جمله به نهادهای مالی، کارخانه‌های استخراج معدن و نفت و مقامات روسی پیش بینی می‌کند. در خود اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در یک نامه باز به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مراجعه کرده گفته است آماده است برای پایان دادن به جنگ با او روبرو ملاقات کند. ولادیمیر پوتین روز 4 ایون گفت اگر توافقی حاصل شود امضای سازشنامه صلح را با ولادیمیر زلنسکی رد نمی کند. سوالهای زیادی وجود دارند، اما اگر ما تا حد امضای سندها پیش برویم، اگر خواهش از راه صلح‌آمیز پایان دادن به این نزاع باشد و روسیه این خواهش را دارد، ما نفرانی را که زیر سندها امضا گذارند پیدا میکنیم، به شرطی که اراده سیاسی وجود داشته باشد. ولادیمیر زلنسکی در نامش گفته است مردم زیاد روسیه از حمله‌های موشکی و پهپادی اوکراین، گرانی نرخ و کمبود مواد سوخت در روسیه خسته شدند و آماده صلح هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به این رد و بدل‌ها گفت اگر رهبران اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین با هم ملاقات کنند یک کار عالی خواهد بود. من خرسندم که آنها درباره ملاقات صحبت میکنند. فکر میکنم که ما در این کار سهم زیاد داشتیم. به نظر من اگر آنها ملاقات کنند بسیار عالی خواهد بود.